4 مهاجر کره تاجیک در یک شهر روسیه محتوای سخنرانی ولادیمیر پوتین را نفهمیده در امتحان زبان روسی ناکام شدند. دانش زبان روسی این مهاجران به خاطر دریافت آسان شهروندی روسیه در دانشگاه دولتی چرپویتس سنجیده شد. روسیه از اول سال 2015 هم دانستن زبان روسی، تاریخ روسیه و نکات اساسی قانونگذاری این کشور را برای مهاجران حتمی کرد. یکی از بندهای امتحان تماشای سخنرانی ولادیمیر پوتین و نقل محتوای آن بود. از 18 داوطلب شهروندی روسیه در این امتحان تنها 4 نفر ناکام شدند که همگی شهروندان تاجیکستان بودند. یکاترینا کوبیشکینا سخنگوی ریاست وزارت امور داخلی شهر چرپویتس روز 6 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت درخواست هر نفر برای به دست آوردن شناسنامه روسیه در ریاست مهاجرت بررسی می شود. با گفته کوبیشکینا یک مرحله به دست آوردن شهروندی سپردن امتحان از زبان روسی است و سر چند وقت این نهاد در بینای دانشگاه چنین یک امتحان را برای داوطلبان شهروندی روسیه دایر می کند. او افزود شهروندان خارجی طبق قانون نو شهروندی در صورت سپردن امتحان زبان روسی و تصدیق سطح خوب زباندانی مقام هموطن یا ساعت چستفینک را می گیرند. این مقام به آنها امکان می دهد که در یک مدت کوتاه شهروندی روسیه شوند. کوبیشکینا گفت در امتحان روز 1 دکبر 18 داوطلب از ارمنستان، آذربایجان و ازبکستان و تاجیکستان اشتراک داشتند، ولی نتیجه این شد که 4 شهروندی تاجیکستان در آن ناکام گشتند. در دانشگاه دولتی چرپویتس امتحان مهاجران از 3 بخش عبارت بود: تماشای سخنرانی پوتین و نقل محتوای آن، پاسخ دادن به چند سوال ساده از ساحه کینا و یا ادبیات روس و سوالها از تاریخ روسیه. امتحان گیرندگان میگویند این بار نسبت به داوطلبان شهروندی چندان سختگیر نبودند و از آنها تنها خواستند که سخنرانی ولادیمیر پوتین را با توجه گوش کرده بگویند که رئیس جمهور درباره چی گپ میزند. تاتیانا ورابیووا رهبر شعبه خدمات خدمترسانی تعلیم علاوه‌ای در دانشگاه دولتی چرپویتس در صحبت با رادیو آزادی گفت طلبات امتحان زبان روسی در دانشگاه مگیموی شهر مسکو تهیه شده است و در تمام دانشگاه‌ها از روی آن شهروندان خارجی را امتحان میگیرند. او گفت این سخنرانی ولادیمیر پوتین در یکی از نشست‌ها است که یک بخش امتحان را تشکیل می‌کند. امتحان سپارنده آن را شنیده محتوایش را باید نقل کند و به چند سوال معلمان از این سخنرانی پاسخ بگوید. این چندان طلب دشواری نیست، اما دانش کذایی زبان روسی را طلب می‌کند. ورابیووا افزود امتحان از همه داوطلبان طبق معیارهای یگانه گرفته می شود و استادان به دانش هر یک داوطلب خالصانه بها می دهند. ورابیووا افزود اینکه در امتحان آخر 4 شهروند تاجیکستان ناکام شدند نباید غرض جست. آنها زبان گفتگویی را تا حد بلد بودند، اما برای سپردن امتحان کافی نبود. قبلا چندین شهروند تاجیکستان امتحان را سپرده بودند و برعکس آنها شهروندان کشورهای دیگر ناکام شدند. ضمناً یکی از استادانی که در امتحان شرکت داشت گفت از 4 شهروند تاجیکستان یکی به سپردن امتحان نزدیک بود، اما در آخر نام و نسب و نام پدری پرزیدنت پوتین را گفتن نتوانست و بالاخره ناکام شد.